یک عسل خام و طبیعیه. چرا پس میگفتن نخرین اینو؟ این چیه؟ چیزی که تو خیلی میخوری. گو. من واقعا معذرت میخوام. میخواد تو بشینین تو اصلا دیگه واقعا راحت شد. بریم دیگه، برو دیگه. سلام بچه‌ها، من دیبام. من شیوام. بدیش خیلی خوش اومد. امروز میخوایم بریم همه مرباهای کاسکو رو. چه این مربا رو اینطوری نشون دادم؟ اینا چراغه. بچه‌ها امروز میخوایم بریم هر چی مربا تو کاسکو هست رو تست کنیم. من در همین حد مظلومم. خب دیگه جوجو رو بردار از جلوش. نمیخواد رخ منو ببینه. نیاز نیست. ناراحتن الان. کی ناراحته؟ مردم. همه خوشحالن. نه به خدا. هر کی بنویسه زیر این پست خوشحاله، من $5 میذارم براش. آدمی که نزن، من خودم میرم با 100 تا اکانت. میدونی ما شبیه ایناییم که داریم میریم تعیین جنسیت نمیدونیم بچه چیه، ممتنعیم. سفید پوشیدی. آره. 1 2 مسابقه پرنده. مسابقه پرنده چیه؟ هرکی بیشتر اینجوری کنه. آقا ما گفتیم که از اون جایی که بازگشت همه به سوی کاسکوه، بریم کاسکو هرچی مربا تو کاسکو هست رو تست بکنیم، چون که خیلی مربای عجیب غریبی داره، بعد گنده هم هست، عموما کسی نمیخره ببره خونه تست بکنه ببینه چه جوریه. و من همیشه یه خانم پیری بود یه بار یه دونه مربای رزبری می‌خواستم بگیرم، گفتم خانومی خوبه؟ گفت شوهر من که دوست داره. بنابراین من نفهمیدم خب خوبه بده چجوریه. خیلی هیجان انگیزه. یعنی مثلا یه سریش هم هستش که تیکه های میوه توش هست، خیلی چیزای باحالی داره. یعنی من نمیدونم این شانسی که این بشر تو جا پارک پیدا کردن داره. مامان منم همیشه به همین غریبه. معتقد بود. یعنی بابام مثلا میگه اینجا شلوغه ماشین نبریم و اینا، مامانم میگفت من هیچ وقت جا پارک نمیکنم. یه انرژی هم داره که اگه کنارت باشه تو هم جا پارک پیدا میکنی. چیو بیاری؟ کارته که خریدم. کدوم کارت؟ آها نیوردی که. ما از سری آدمایی هستیم که وقتی میریم خرید تازه یادمون میفته وسیله داشتیم میباس میآوردیم که خریدمون رو باش بکشیم، ولی نیاوردیم. کلا من وقتی مثلا این لوگو رو میبینم بالا سرم شعف عجیبی تمام بدنمو میگیره، احساس میکنم پولمو دور نمیزنم، میتونم بیام پس بدم هرچی نخواستم. برو به داخل بروید. یه جور امروز آوردیم مربا بگیریم براش. یا من یا این. انتخابتو سری بکن. این داره زنمای تاکسیک میمونی. بابا خود بیان اینو دیگه، هم اینو بگیرم هم فیلم بگیرم. می‌بردی دیگه. آها کاری نمی‌کنی. تو برای چه کاری ساخته شدی؟ من بگو. مالی تو نه فرمایی. قرو نشدی. یا خدا سخونه. بیا بریم این تو. ما برای اینکه حق مطلب رو ادا کنیم گفتیم که یه چیزی بگیریم که با مارمالادا تست کنیم. حالا چی؟ مثلا از این وافلا. موافقی؟ 10 گرم پروتئین داره. من 2 هفته است برم باشگاه فقط باید پروتئین بخورم. بگیر دیگه. ما باید پنکیک پروتئین شروع کردم. چند تا داخلش داره؟ 40 تا وافل پروتئینی داخلش داره. حداقل نصفشو تو ببر، نصفش من بعدش بخورم. $16 هستش قیمتش. 40 تا خورده. وافل $20 بوده. این از این آلوه که تو دوست داری یخ زده. آلو ترش یخ زده است؟ نه گیلاسه. نه گیلاس که الان ونکوور بهترین گیلاسه، واقعا عالمو داره، طبیعی تازه. نه؟ چه این میخواد به زور پولای منو خرج کنه. دورو عراق خوبه همشو شاهدن کمتون این کارت میکشم. کی شاهده؟ شاهدی لطفا کامنت بذارن. اسپانسرهای برنامه من هستن. آقا چرا میخندی؟ جوک سالو گفتم این الان. دنبال یک لقمه صبحانه بیا به به پنکیک صبح. خب همینو بگیر دیگه. اینم هست، این اگو هم هست. اینا چرا همش تموم شده انگار؟ به خاطر اینکه خیلی خوب بوده. پروتئینیه نه؟ این عالیه. این راستکار خودم. این عالیه. 36 تا داخلش چقدر پروتئین داره؟ 10 گرم پروتئین داره. یادتونه من هم گفتم این پروتئین داره اون پروتئین داره. 2 روزه ورزش شروع کرده، نگاه کن به چه 2 روزه؟ تو میگفتی چقدر کالری داره، من میگم چقدر پروتئین داره. غلط کردی. فیلماش هست. من میگم چقدر پروتئین. اون غلط کردی. اون پای خوشمزه که خوردیم پای اردکه. پای اردک بود چی بود؟ خب هر کوبسی بود. بهت میگفتم این پروتئین داره خوبه بخوریم. 3 تا دونهش 7 گرم پروتئین داره. تخم سیاه پروتئین داره. تو میخوردی؟ تو الان سیکس پک رو در میآوردی.
دارم بشو خدا بذار دروغ بگم. نه نمیذارم دروغ بگی. بسم الله الرحمن اینا ترشیه. الرحیم. ترشی نو اینا همه ترشیه. فکر کنم اون آیل بود. یه دوری الان وای دیوا اینا انقدر خوشمزه است. اینا از این نوسخاریای چیز میخوریم با مثلا میتونی تو شیر بزنی. هندی‌ها چایشون با شیر دیگه، چای مساله است. و این اصلش راسکه. اینو چقدر گنده است جوش. $10 عزیزان. اینا رو میزنن تو اون چایشون. هم اسم کنن سلبریتی آوردم دارم ازش اینطوری فیلم میگم. خب رسیدیم به مربا ها. آره این که مربا نیست، کامپیوتره. کامپیوتر. مربا رو جمع عزیزان مربا رو جمع کردم، ویدیو کنسله. بریم خونه. این چیه؟ چیه؟ خوراکیه. چیزی که تو خیلی میخوری. چی ها؟ گو. من واقعا معذرت میخوام. ما بالاخره مربا رو یافت. خیلی نگاش کن. خدا اینه مثل این شیشه های تو فیلم هاست. تو فیلم هاست. عزیزان این مربای استرابریه. فکر کنم مارمالاده. این بیشتر خور مربا باشه. این جعبش مال منم میگم جعبه شیشش مال من. 1149. این هم هست. این هم استرابریه. ولی این استرابری اسپرده. خیلی باید له‌تر باشه. نمیدونم چه فرقی داره. اینم بگیریم؟ همه رو بگیر دیگه. 899. اینم خدمتت بگم پیچ اسپرده. 899. فقط 3 مدل مربا داره امروز. یکی دیگه فکر کنم اون دم من دیدم. میتونیم اینم تست بکنیم. من این نمیدونم این اصله. چیه. خب بچه این رنگی یعنی منظورم. بخیر ببینیم چیه. بس سفته. 13 داد. این کربن زمینی هم خیلی خوشمزه است. شکر زیاد نداره، بعد بادام زمینی سیدیه، توش هم تیکه‌های بادام زمینیه. این همین نیست که خریدی؟ رزبریه. نه اونی که گرفتیم توت فرنگی، این یکی رزبریه. این آف هم داره از 899 شده 699. مربای تمشک. چی میگوی شیکا؟ خدایا اینو خودش شفاش بده، مثل این که وای این عشق منه. این انبه خوش شده است. خیلی خوبه. از آن حتما استفاده کنید. در حقیقت جایگزین بسیار خوبی برای قند و این صحبت ها. توش قند داره حتما. قند که 2 گرم. این یکی که انبه خشکیده است مال کرکلنده 27 گرم. درو گفتم قبلی 22 گرم داشتیم 27 گرم داشت. خیلی این بیشتر داشت از اون. بابا 22 گرم چیزی نیست. تو میری تارت میخری میخوری، قلوب کروسان خیلی اینجا نوتلا میمالی لاش با توت فرنگی میخوری، بعد به تو میگم بیا انبه جایگزینش کن. برو ترین بره. خدای من دست این نجات بدین واقعا. من دیگه اینو نمیتونم. یه دورم میتونیم بیام همه میوه خشکای کاسکو رو تست کنیم. میخواد تو چیزی؟ بشینی این تو اصلا؟ آره. دیگه واقعا راحت شد. بریم دیگه برو دیگه. یعنی واقعا این بچه نگاه بیرون. واقعا یعنی همینو فقط کم داشتیم که اینم دیگه شد. الان هم خریداشو میکنم هم میبرم هم اینکش رو باز من میزنه. چه عقاب میره. مستقیم زیاد بول نخور. چپ برو چپ. زدم به یه بالشتم میبردی من پشتم بذارم اذیت نشه. بله امپراتور، بله حتما. با این نوشته شریم چیپس. حالا نمیدونم خود میگوه که چیپس شده یا چیپس با طعم میگوه. چیپس با طعم میگو. کدومش؟ بگیریم یعنی یا نه؟ بگی $13 ها. دیگه میتونی حرکت کنی. حرکت کن. این چیه؟ گولدن فلیکس. Old fashioned style. اوه fried pork rinds. فارسیش نمیاد. چیزی پورک چیه سرخیده است. بگیر 11 و خورده ای $12. بیا. چوب شوره خیار شوری. میگم به نظرم بهترین جریمه برای تو اینه که من برم تو رو بزنم تو یخچال برم. حالا مثلا اینگاه پا ندارم بیام از این تو بیرون. حالا برای طول میکشه یخ میزنی یه مقدار. اجازه بزن استاد. من از آهنگ خیلی بزن. بفهمه. دست برای اینکه کپی رایت نخوره من وسطش میخونم. چرا نمیرقصی حالا دست. بساطه دیگه ببریم.
یکی اینا بگیرم بذارم خونم بهمون دعوت کرده. چی پیدا کردی؟ چیزی برات پیدا کرده. چه خوب توی چیپس زرد تخم مرغ از اینا. مزه خرچنگ دار بعد رو رایس کیک. بریم. آقای گفتش که شما دوتا خواهرین، ما چه شباهتی به هم میگه داریم؟ نه ما برای اون خارجی ها مثل اینکه مثلا ما دوتا چینی رو میبینیم شبیه هم میبینیمشون، ما هم برای همون خارجی شکلی. ها همون شکلی. تو هم همون چش ابرو مشکی و مثلا چیزی مثلا به نظر میان که ما خواهریم. خب بچه هم مربای اول این شیشه خوشگل است که خریدیم. مربا خارجی. مربای دوم مربای توت فرنگیه. اونم توت فرنگیه چه تیره تره؟ به خاطر اینکه اینا یه فرق ریزی دارن. اونو نوشته اسپرد. من الان باید بریم تو چت جی پی تی محترم بپرسی که اسپرد فرقش با جم چیه. اینو داریم مربای هلو. مربای رزبری. شبیه اینا که با تختی اومد. این چی بود؟ اینم شورت عروس. من واقعا معذرت میخوام. چیه آخه این؟ من نمیدونم یه چیزی عسل بگم شیر عسله. ولی من اینو تو این ویدیوها که این خانم‌ها میان میگن مثلا اینو بخرید اونو نخرید این نمیدونم چی داره اینو نخرید. پنکیک پروتئینی برای 2 عدد ورزشگاه. اینا رو هم گرفتیم براتون ویدیوهای اینستاگرام بگیریم. اگه میخواین اینا رو ببینید بپرین توی اینستاگرام. بله. خیارشوره چیپسی چیپس خیارشوره. ببخشید اصلا چی دارم میگم؟ چوب شوره خیارشوری. چقدر جالب شد. و 2 عدد سم. واقعا سما داره. من میگم اینا رو تو بخور من قیافت رو نگاه کنم. بله حتما. شما سلاجی میدونید. تو بخور من قیافت. فرق چی می‌کنی؟ یکیش چیپس میگوه یکیش هم چیزه رایس کیکه که زرده تخم مرغ داره و با طعم کمک خرچنگ. کن با طعم خرچنگ. چرا باید رایس کیک و روش زرده تخم؟ حالا تستش میکنیم ببینیم چه شکلی. خدا نگهدار. برو شرطت کن. خب بچه این شد پنکیک ها. خوشبو بود ولی پنکیکاش. مربا یا مارمالا کنسرو میوه است که معمولا با مرکباتی مثل پرتقال و گریپفروت و لیمو و اینا درست میشه. بافت داخلش مثل ژله طوره. تیکه ها یا پوست و گوشت میوه هم توش دیده میشه. طعم شیرین و تلخی داره. اسپرد به هر نوع خوراکی گفته میشه که بافت نرم و قابل مالیدن داشته باشه. غالبا نون. آره روی نون یا کرکه. ممکنه شیرین باشه مثل کره بادوم زمینی یا مثلا شور و نمکی باشه. خب بس این الان چی بود حالا؟ این الان اسپرد بود. توت فرنگی. اسپرد توت فرنگی. بو مربا توت فرنگی میده. نه خوشبوه. بو افسودنی هم نمیده. روش هم نمیشه ارگانیک. توت فرنگیش از توت فرنگی ارگانیک اینو درست کردن. اینو نصفش بکنیم یا 4 قسمتیش آره بکنیم؟ به نظرم 4 قسمتیش بکنیم. از ما 4 خونمون نداریم. خب دیبا با دست. پروتئینی نگاه کن. چه بافت اینه ژله طور داره. نمیافته. چه به خدا ریخته باشه رو فرش. نه نریخته. ریخته. تو چلفتی معلومه که میافته. احمته. مگه توت مربا توت فرنگی مامانمون میگه. اصلا هم شیرینی. قشنگ توت فرنگیه که له شده. خیلی خوشمزه بود. ژله بودنش کنار نمیاد چه ژله است. خب تو شکم ژلاتین میزن ولی اصلا شیرین نبود. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی مزه خوشمزه توت فرنگی بود. به اندازه شیرین. چقدر پنکیک باحال بود. یه دونه خرسم روش. گیغزلیه. واقعا مزه. الان این جایگاه اولشو حفظ کرده. بگو نمرت چنده با؟ من چون بقیه‌شو هنوز تست نکردم به اون میدم 4. از 5. منم 4. حالا بریم این چیزی که دستت گرفتی یک عسل خام و طبیعیه. بده. حرارت ندیده و مواد طبیعیشو حفظ کرده. چرا پس میگفتن نخرین اینو؟ کی میگفت نخرین؟ این نوع عسل کریستالیزه و همزده میشه تا بافتش نرم و یک نواخت مثل کرم بشه. چقدر؟ راحت تر از عسل مایع روی نان و پنکیک پخش میشه و چکه هم نمیکنه.
و کاربردش هم روی نان توست و پنکیک و نمیدونم این چیزاست. ببینم خیلی بوی عسل میده، بوی خیلی خوبی میده. چقدر واقعا اصلا چه انگار شکلی؟ اصلا مادر طبیعت اینو مثلا درست کرده. بعد میدونی این چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه مثلا عسلشون حالا طبیعیه، نظر وسطه یه تیکه هاش ته‌نشین شده این اومده بالا. خیلی بوی عسل میده. چس کن این چجوریه؟ خیلی شیرینه. عسل طبیعیه. میگه شکر میکنم نزدیم بهش. چجوری؟ چه پس گفتن نخرین اینو؟ بذار اونو نکنید دهنتو. خیلی شیرینه، واقعا شیرینه. عسل شکرک میزنه، یه حالت برفکی داره زیر دندون، اون مدلیه. قیافت اونجوری نکن، انقدر بد نی ولی خیلی شیرینه. خیلی بابا انگار مثلا یه حجمی از شکر رو آب کردی ریختی داری میخوری. بعد این احتمالاً مثلا از این چیزای مقویه که مثلا تو معجون و بریزی بخوری و اینا، وگرنه خیلی شیرینه. یعنی کینو صبون نمیخوره واقعا. شبیه شکرک اساس تکون نمیخوره. شکرک عسل واقعا 1 میدم. بی خود شیرینه. منم 1 میدم. خیلی بد بود. خیلی بد بود. چیز بعدی رسپبری. اصلا چیز چیه؟ میتونم بپرسم من تو چیز چیه؟ چیز یک کلمه‌ایه که شما هر جا که کلمه کم آوردی میتونی بگی چیز. خب بیلبیلک هم میتونی مثلا معادلش هم توی انگلیسی استافه. تو هر چیزی کم آوردی بگو مثلا استاف. من خیلی وقتا شده تو کارم مثلا نمیدونم اسم یک قطعه چیه، بعد میگم این استافه به من بده. بوش دیگه خوب نیست. بوی ترش میده. من نمیدونم مربا چرا تو ژلاتین کشور اینا می‌ریزن دیگه. ژله‌ایه. خب برای چی باید ژلاتین بزنم به این؟ بعد نیمه ترشه چرا؟ خوب بود. ولی من اونو بیشتر دوست داشتم. اونو چون توت فرنگی داشت دوست داشتی. یه طعم عجیبی داره. خوشمزه است. طعم رزبری میده قشنگ. طعم رزبری میده ولی توت فرنگی خوشمزه تر. خب تو توت فرنگی چون دوست داری. من اینم رزبری خوشمزه. هم نه، رزبری خیلی دوست نداره. خب میگم. اصلا رزبری مزه‌ای نداره، فقط قیافه داره. خب دیگه توت فرنگی رو بیشتر دوست داشتم ولی به اینم میدم مثلا 2.5. اینم خوب بود. اینم نه خوب بود. 2.5 دیگه نبود خدا. از 5 2.5 بود. از 5 3.5 بود. از 5 3 بود. این یکیه از برند همون یکیه. بود احساس بسیار خوبی زردالو میده مطمئنی؟ نمیشه پش. بو زردالو میده. زردالو میده. شاید پش بعد فرانسوی میشه زردالو. بزغال خب انگلیسیش هم نوع نمیشه، یعنی پیچه. این کمتر ژله‌ایه. این قشنگ حالت مربا طوره. بابا هلو به خدا شیرینه، مال اینا چی اینجوریه؟ نه آخه چرا باید هلو ما بکنم؟ چون خیلی طعم خوبی میده، مال اینا نمیده. شاید مثلا رو کیک و اینا خوب باشه. ترشه. بعد نبود خدایی اینطوری که قیافتو کردی نبود. هم نبود. ترش دارم هست. به تو گفتم. خب با مزه است. واقعا با مزه سر رو کیک و اینا با مزه میشه. شاید بشه ولی نکن تو دهنت بکن تو. چرا؟ کپک میزنه. من نمیدونم چرا این اتفاق تو دیش میفته. هر چی رو من میگم خوبه کلا انتظار داری ازش خوب باشه، یهو مثلا یه چیز سمیه. احساس بسیار خوبی زردالو هر چیز تو میگه خوبه فرار کنیم ازش. میگم خوب بود ولی دروغ میگه. بد نبود. اصلا شیرین نبود. اصلا شیرین نبود. ترش بود یکم. برای کسی که مثلا برای روی کیک، حتی مثلا یه سری کسایی که چقدر خلاصه که به اینم 3.5 میدم. اونم بیشتر لایقش بود. 3.5 خوبشه. آره. ترش و شیرینه. ولی خوشمزه بود. بدمزه نبود. ببین من نگفتم بدمزه، گفتم ترش بود یه هوا. خب باشه. خب سراغ مربای خارجی. خیلی خوشگله جعبه. این جعبهش مال من. خیلی شیشه‌اش خوشگله. شبیه خارجه. آره اصلا انگار مثلا نگاش می‌کنی انگار خارج اومده. آره. این همون تازه این همونی که نوشته بودم مربا. اسپرد هم نبود، مربا بود. این بوی بهتری میده. ولی این چرا اصلا با قیافه اونش فرقی نداره، فقط قرمزتره با اینکه نوشتن مربا. حتی بوی اونم بوی خیلی بهتر بهتر بود. و میرسیم به آخرین مربای برنامه. این چیز داره. فکر کنم توت فرنگی درسته داره. بیا. دیدی؟ این توت فرنگی درسته داره. فرقش با اسپرد همه. بریم.
خیلی شیرینه. خب شیرین از اونه نیست؟ چرا؟ خوشمزه بود کلا. توت‌فرنگی کامل توش داشت. اون خیلی خوشمزه بود. اون خوشمزه بود واقعا. هم مزه طبیعی میداد، شیرینیش به جا بود، خیلی شیرین نبود. آره. یکی قشنگ مربا این اصلا تیکه های توت فرنگی بود توش. این توت فرنگی ریش شده است. این توت فرنگی کامل، شیرینیش هم بیشتر. این 50 کالری داره، هر قاشق چای خورشون 30 کالری داره، یعنی اون کمتر هم هست. بعد میزان شکرش هم این 13 گرم شکر داره، اون 7 گرم داره. کلا اصلا این مربای بهتری بود. خب حالا من از کاری میخوام بکنیم. به ترتیب علاقت به چی؟ فقط کافیه که از این ور شماره 1 فقط کافیه که اینا جاشو عوض کنم. همین. من این اصلا بیشتر دوست داشتم. بعد مربا توت فرنگیه، رزبری پیچه و نهایتا شکرک. خب ترتیب من یعنی این 4. آره، به خاطر اینکه خیلی خوشمزه بود. یعنی واقعا اگه میخواین یه مربا از کاسکو بگیرین اینو به نظرم بگیرین. خیلی خوب بود. هم تیکه های توت فرنگی توش داشت، هم شیرین زیاد نبود. اصلا یه چیز خیلی خوبی بود. واقعا خوشمزه بود. این یکی هم من کلا چیزای خیلی شیرین رو دوست ندارم. اینکه خیلی شیرین باشه. اینم چون خیلی شیرین نبود دوست داشتم. طعم خاصی نمیداد. به قول شیوا رزبری خودش هم طعم خاصی نمیده. اینم طعم خاصی نمیداد. بازم این اصلا شیرین نبود. مثلا برای روی کیک و این چیزا، مثلا برای روی تارت که میخواین درست کنین شاید چیز خوبی بشه. اینم خوب بود. شاید یه سری هم مزه هلو رو اصلا دوست داشته باشین توی صبحونه. اون موقع میتونین بگیرین. خود هلو شیرین تره. کمپوتش انگار یه ذره به ترشی مثلا میزنه. اینم هم مدلی بود. وایسا ببینم اینا هر کدوم از این سه تا هم یه قاشق چای خورش 30 کالری داره. خب و شکرش هم یه چیزی حدود 7 گرمه. این شکرش خیلی زیاد بود، شیرین بود. ولی خب یه سری رو من کلا دیدم کلا چیزای شیرین دوست دارن. خیلی شیرین دوست دارن. آره خیلی چیزای شیرین دوست دارن میخورن و اینا. این خوب بود. توش تیکه‌های توت فرنگی داشت، خوب بود اینا. میتونه گزینه خوبی باشه ولی من به نظرم این خیلی خوشمزه بود. هم بوی خیلی بهتری میداد، هم خوشمزه تر. اصلا ترکیب برنده آره. بود. اون خیلی خوشمزه بود. این یکی خیلی بد بود. که شکرک اصلا واقعا انگار داری شکر میخوری، انگار شکر رو آب کردن داری میخوری. اصلا عسل نبود. شکرک اصل بود. اصلا میبنده خودش این میشه. ببین آخه من عسل مثلا طبیعی که خوردی توش موم عسل داره و اینا، توش زنبورم داره حتی. اصلا این شکلی شیرین نیست. این که میگه این عسل طبیعی یا هیچ این من نمیدونم هر چی که هست شکرک اصلا این عسل خیلی بد بود. 0 5 4 3 2 کن. استرس گرفتم داره زفت میکنی خاموش شده. نه دو زفت. خب ببین هیدم تلاش میکنم نگم آقا. هم که خود میگی تلاش. یعنی میخوام بگم آقا. خب آقا دیگه باز گفت آقا. خب آقا دم شما گرم که ویدیوهای ما رو نگاه میکنین. امروز یه چیزی که خیلی وقت بود میخواستیم ضبطش بکنیم و ضبط کردیم. این مرباهای کاسکو که خدا رو شکر ضبطش کردیم. بالاخره فهمیدیم که بین این شیشه های بزرگ کاسکو بالاخره کدوم خوشمزه است که برنده 100% این مربای توت فرنگی شماره 1 بود. اسپرد توت فرنگی. اسمش هم هست کنفیترز. نه بابا کرافترز. اگر انتقاد پیشنهاد فقط غلط میکنید دیگه انتقاد نکنید دیگه. نه فقط لایک کنید، کامنت بذارین برامون. ما خیلی دوستتون داریم. شما که ما رو میبینین همراهمونین دوستتون داریم دیگه. مراقب خودتون باشین. ماچ بهتون. ما فعلا تو 2 تا پلتفرم داریم همکاری نه. ما فعلا تو 2 تا پلتفرم داریم کار میکنیم. اینستاگرام و یوتیوب. 2 تاش هم فالو داشته باشین. تیک تاک هم شروع میکنیم یکم وقت دیگه به زودی. آقا فعلا خداحافظ. خداحافظ. اون چیز عجیب غریبا بودا. برید تو شورت یوتیوب و اینستاگراممون ببینید که چه مزه‌ای. زرده فنان. آره. فعلا خدا نگهدار. خداحافظ. تا ویدیو بعدی. خداحافظ.